همه آدم‌ها در صنعت نیست ایوخی صنعتکار بود. من همه آواز بیزه مقدر کجله سرود میخوانم کجله توی میرم. همه آدم‌ها مرا برقصکاری کردن گندایی کردن در صنعت نیستن. کاوالیر مخرید نمی تلفن آیفون 13 پرو مکس. نه خود دارم مردک را میخورم نداشته باشم ایگه جا میخورم خداوند مرا بتن و مردک را بخورم. اگه گفتنی که قلفانزه هم اسمات گیری بومشیه نه؟ میترسیم که بوم نشده باشه. همین چه دا غلطی دیم دیگه چه دیگه نمه ما نغلطیده باشه. بیناموس آدم میگه خیلی بیناموس یه زنک یک بیناموسه میگه ناموس. اگر آیفون 13 14 کو آیفون 25 ببرویه از باشم من میتونم خریدم برای خودم میکنم لبوی چرا خدا نشان نده پشیمانی. میگن کاری بد رفتم که پشیمان میشم. میگن که یه بیوه میگن یه کلمه بیزیبه بیوه میگن هم برای من یک دردی بزرگه. خداوند گفت که همه آواز بیزی بتقاطی همه آواز دغلت قاطی من انشالله ترا گشنه نمیمونم. ایزا میکشم ای خودم ایزا میکشم دوست دیگه. شما هر وقتی میگی شو نمیکنی یعنی شما به سخت میرسد. ما در سخت میرسد. خوشخبر شخصانی که در روسیه قرار دارن حجتاشون پرابلم نیان برای شما برادرمون کامرون سوال میتیم که برادری باورینو کرد. این برادرمون دانشگاه داخل میکنه شما را به طرز آنلاینی شما نمیخیزین نمیرین فقط حجتاتون رو در واتساپ روان میکنین زنگ میزنین خودش با پورتر میفهمونتون. بعد نگفتن اونا که 3 سال فرق نداره برادرو زن و مرد بودن هم فرق نداره. حجتایی که تیار میکنه در تمام شهرهای روسیه به کار میروند. حتما شما رو در دانشگاه رجیستراسیون میکنه به طرز آنلاینی شما رو همه چیزش میفهمونن. نقش از دیگه نرخ به نهایت ارزانه و انسانی باورینو کرد. مرحمت این نمی رقم‌ها در زنگ بزنید اینامی کانال مهرو پرو گپ زنید با شما حتما سکیت کای بهترین میکنه. بعد یک چیز دیگه را نگفتن همونه که هر یک دکومنتی در کره شما با طریق واتساپ روان میکنه. وقتی که حجتو که تیار شید و خودش پشت روسیه خطی با شما روان میکنه. سلام دوستان عزیز، سلام подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳроб Про. Инак боз дида ва дидор ҳастед дар ин шоми мусоид бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ бо барномаи Ситорарез. Меҳмони нашри барномаи Ситорарез ин навбат бисёр ҳам хонуми хушчахчах ки ҳамагон барои ҳозирҷавобию суханҳои ба қавли хубу хушчахчахаш дӯст медоред меҳмони барнома гаштанд. Гулдона Алиёрзода ин навбат меҳмони барномаи мо ҳастанд. хушомадед Гулдонаи азиз. سلامت باشین خوش باشین. سلام مخلصان عزیز подписчикони مهراب پرو. مرا یاد نکردین من چند مدت نبودم. یک سوال دیگه راضی میشوید جواب دادن و میگویند که اگر به یک نفر بسیار زنگ زنی یا خواهش کنی شاید دلگیر شوی یا که دلگیر شود همون شخص. هر باری ما شما رو به برنامه دعوت میکنیم شما دلگیر نمیشوید که باز همین ها زنگ زدن باز همین نه چی بخوای اگه کار داشته باشم خود جنگ میکنم خود تلفن میکشم خیلی دلگیر نمیشم نه برات خرسند میشم که شما ما را قدر میکنید. تشکر زیاد. سوالی من شروع میشد از سوالهای به قبل ژوسکی و سوالهای به قبل عادی. وقتی طلبه مکتب بودید معلمتون میپرسید گلدانه چی کارا شدن میخواهی؟ با لهجه کودکی چی میگفتید؟ میگفتیم که دکتر. برای چی دکتر نشده؟ دکتر نشدم. اگر وقت دوباره به عقب برگردد دکتر میشه؟ بله. سرایندگی چی میشه؟ میگن یک مرد 40 هنر کم است. میرم دکتری میکنم میرم سرایندگی میکنم اگر وقت باشد. اگر سرایندگی به شما مبلغ نمیداد فکر میکنم امروز بس میکردید. البته پولش نقص کار بالای روغن خیلی شکرانه خدا ها هست. سراینده شویم. مردم زنده باشد مردم. یعنی دستگیری مردم از شما. همه کتگیم همه کار و فرم از آن مردم است. دغدغه‌تون چی؟ دغدغه‌ام از آن مردم است. مردم مرا دستگیری میکنه. صنعتکار از آن خلق است. چرا چند پیشنهاد شد رد کردید؟ نخود دل شما از سنگ باشد که اینقدر جوان‌ها عاشق شما رد میکنید. سبب در چیست؟ با همین سوال. بله. با همین سوال. با همین ما نمیخوایم که شما تا آخری مرگ تنها از دنیا روید. ما میخوایم که درباره شما یک نفری باشد که شما رو خوشبخت کرده است.
بیا همه سوالا رو برطرف مونیم. من اگه دیگه چیکار میکنم؟ شو لازم نیست. من ارزوی حوض فرزند نمیبینم. تشکر زیاد. سوال دیگه، ناز کنید. ناز کنم؟ بله، در طریق نواری ما یک ناز و اشوهی زنانه رو نشون به دید همین که آب و سوال- ادا شوند. بر همین سوالات یک سوال دارم، ممکنه که جواب؟ مرحمت. شما میگین که مرا ناز کنین، نه؟ یا دو اکمت دوگانه بازم نیستم، خیلی یا دو شناسا دخترها قطعی میگم که خیلی زنگ میزنه اگه اونجا بریم، میگه که ای نه گلدانه قطعی نمیریم، گلدانه قطعی نمیریم. چی میگم مرا قدر بد میبینم. میگه که همین میگه یک حفیظه‌ای میگه ای ماشین میفری تپ 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 کده میگرد، میگه یا ناز کده نمیتونی، میگه ای قطعی یک اونجا برم ایزا میکشه، میگه یاده دگانامه. با قول دشمنان ما فکر کنم یک ناز اشوه کنید که سوخته خاکستر شوند. من ناز کده نمیتونم. ناز چی خیلی خدا؟ یک پیسونده، یک لامت سبق قول. خیلی که بگویم پیسونده بگویم خیلی ناز نمیتونم. سلفی بگو. بله میشود. بهترین سوال دیگر چین است؟ اگر با نفر قهریه طریق نواری ما از او پرسید اگر از یگون کس قهری باشه من حتما حضور میپرسم. من دختری هستم که یگون کس قد جنگ کنم بو 2 ساعت زیاد نمیکشه. یکی زنگ میزنم، یک پیش میرم، همه جو با جو ما ایو بخشش میپرسم. از دلش میبرید. متاسفانه حوزی یگون کس قد قهری نیستم، جنگی نیستم. ممکن تمام آدما ایما قهری باشه مرا بدبینی کنه و من خودم درک ندارم. خیلی بگن که من یگون کس قد قهری هم نیستم، دشمنی هم ندارم. یگون کس قد قهری باشم، جنگ باشم، ای تمامی تاجیکستانی ها عذر میپرسم. بهترین سوال دیگر چین است؟ گلانه پشیمانیت از سرایندگیتان؟ نه چه پشیمانم؟ چون که پول دارد، چون که مهنت دارد، چون که آبرو دارد، از همین سبب پشیمان نیستی؟ نه شکرانه خدا من که تجارتکار بودم از اول. اگر در اویله ما مردکی نبود، من رنگ مردکار در زندگی مبارزه میکردم. من شکرانه خدا تجارتکار بودم، از اول لقمه خود را میافتم به سرایندگیم. در قسمتم بود از سرایندگی میکنم. یک خیلی آدم از مردکاری میوایه، خیلی ای دکتر، خیلی از تجارت طلبندگی. خداوند از هر راه میتیه. خداوند شکرانه میکنیم که خیلی سرایندگی خیلی گناه است. گناه هم باشه ای رو خداوند در پیشوانه ما آفریده است. تشکر زیاد. یعنی که شما پشیمان نیستید؟ نه پشیمان نیستم هرگز. خدا نشان نده پشیمانی. من یکان کاری بد رفتم که پشیمان میشم. چون سخن درباره پدر رفت، ما یک بار دیگر جای پدر شما رو بهشت باشد میگوییم و سوالی ما چنین است: مادرتون بیمار بوده؟ خیلی مادر پیرای مادر سن سالش رفت بیمار میشود. عذاب فرزندو چند قی کلان شید. غم فرزند میخورم. غم فرزند در مادر هم خیلی قین است. پدر رو از دست داده، دردی سنگین بود میدونم. یعنی که مادر از دوستان نمیخواهد. به مادر زندگی رو تصور میکنید؟ وای من یکون کس ندارم در دنیا. یه پدرم بود رفت. پدر مرا یه کودکی 40 روزه نگاه میکردم رفت. پدر مادر ما دست دادن نمیتونم. خیلی لنگی از گریه میکنم. یعنی دوست میداره؟ مادر را کی دوست نمیدارد؟ مادر را زاغ سیاه در هوا دوست میداره. حالی ما کو انسان زمینی هستیم. من تا جای میدانم شما مادر رو طوری سر کرده. چی خواهشی که مادر کرد شما اجرا میکنید؟ همچون یک فرزندی خود رو اجرا کرده استودید. البته مادر از شما راضی هستن. البته نصیب کرده باشه به نزدیکی مادرم و خونه خداوند. بهترین این نیتی خوب است و گلدان خون باوری داریم که شما از این کار هم میبرید و مادر شما حتما از خانه خدا زیارت کرده برمیگرده. با انتخاب مادر اویله‌دار میشود یا که با انتخاب خودش؟ بله با انتخاب خودم. او را کی مونده که با انتخاب میکرده؟
من اینقدر او را به پدر کلام کردم، قدر در گویه رساندم. میخوام که فرزندم یک مردی باشد که رنگی برادر عزیز رحیم غرمی باشه و چند نیازمندا را کمکی دست خویش را رسانه، رنگی خودم باشه. بهترین. گلدانه از چی درد اذیت میکشه؟ فقط دوستش رو بگی. هر یک نفر یک درد دارد. درد شما چی است؟ درد من بیمک هستی؟ مثل هر وقت برای شما ماشین‌های زمانه‌ای برای گذشتن خط سرحد یعنی برای گرانس گذشتن در کار بود. حتما اکی به خدمات مراجعه کنید که سابقه کارش به نیروی زیاد طول 10 سال زیاد میشه که دامی را کار میکنه. حتما برادر باورینا که اینامی کانال مهرو پرو گابزنی حتما اسکیپ داره. بهترین ماشینا داره، بهترین راننده‌ها داره. حتما یک بار زنگ زنید. و شخصانی که عین حال ما رو تماشا کرده هستند میخوان که بلیط ارزان دسترس کنن. بهترین اویاکسای نرخش هم نرخ بهترینه. حتما اگر بلیط خرم نباشه یا با واتساپش زنگ بزن نرخ این امیروزا خطی پگابین چقدر نرخه با دیگر اویاکسا مقایسه کن ارزان باشه. حتما بلیط خریداری کنین. اینامی کانال مهرو پرو سلام رسوندن فراموش نکنین. هزار رحمت برای دستگیری ما. بیماری هر یک انسان هر بیمار من بسیار سرم درد میکنه. هم نزدیکی قطعی مسکو رفتم بود برای که میگن که سرم یک درد میکنه 4 روز درد میکنه، یک 3 روز درد میکنه. میگه که دبینی دوشت زیادی داری، همون رو باید گرفتن در گره، هوا نمیرسه، مغز سرده. همون دختر رو تشخیص کردم، چند جا در مسکو هم رفتم تشخیص کردم. میگه که باید همون بینیت باید اپریس کنیم، اگر که سوز نشید باید سرم کرد درک گوشت زیادی گفتن. همین خیلی بسیار از این غمگین شدید از شنیدنش؟ نه غمگینم نشدم. خداوند دردم میتیه و یک کمک شفاشم میتیه. شکرانه خدا لیچینی کردم، بسیار لیچینی کردم، سوزم اکو چخلا همین یک دردم میفهمه. بسیار استوریز میکردم وصیت میکردم ای همه عذر میپرسیدم. خیلی غمگینی ایری وای نیست. غمگینی من هر یک آدم نیش میزنه میگن که یا بیوه میگن، یک کلمه بیزیبه بیوه میگن. همون برای من یک دردی بزرگه. خیلی خدا پیش خداوند یکون کس قد مال کده نرفته است که به من خیلی ببخشه و تنه مردم شو. با اون دختران و زنهایی که مقصد این زندگی آباد دارن شما توصیه همچون مادر میدید که زندگی خود رو قپند. یعنی که دردی زنی تنها یعنی که بیوگی به حد مشکل است. بیوگی به حد مشکل. آدم همین وقتی یکم که جدا شدی، وقتی دیدیم که جدا شدی دیگه مردک زندگی معنی نداره. او چیزی مردم است. هیچ وقت عید شدن نمیتونه. خداوند همین هر یک زن مادر وقتیه. اگر وقت نتیه میگه سری وقت بده. همون مردنت بهیدن به این خاطر یک بار خونت ویران میشه، دو بار خونت ویران میشه، دیگه دیلگیر میشه ای زندگی، دیگه ایزا میکشی. خیال میکنی که تمام تاجیکستان تمام مردکا رو گرفتم جدا شدم، میترسم. میگم ایزا میکشم، ای خودم ایزا میکشم. دوست دیگه شما هر وقتی میگی شو نمیکنی یعنی شما به سخت میرسد؟ من در سخت میرسدم. میگم که شو چیکار میکنی؟ شوی خودم بود که خیلی تقدیر نصیب فرزندار نشدیم جدا شدیم. شوی خودم بود که بچه کردم، همون خیلی هم تقدیر نصیب قسمت همه رو آورد. پیشونم شور دستم بینمک بوده است. دیگه من ایزا میکشم، شو گرفته نمیتونم. اما خودم ندیدم بخته فرزندم بینم بهروز جان بچم. ای خداوند فقط آرزو میکنیم که بچم فرزندور شوم یک وقت یک تخت خطی. مرا بسیار آدم ها سوال میده که برنامه دا گفته بودیم بچم زن کلان شود
میخندن هم مسئول میدن زن میدن یا برنامه تا گوش کردیم چه وقتی بچه زن کلان باشه بله گفتم زن کلان شود کی زن گرفتم نتونه دیگه همین یک تا بس دیده او حلی اوچشه وضعیت اوچش در چی وضعیت این قدر آدم‌ها در واتساپ در ایمو در اینستاگرام در کامنتاری‌های چی می نویسن همین کامنتاری‌ها برای فرزندم عبرت باشه عبرت بله همین چیزی که ای خودت که رفت دیگه همین آدمیزاد یک بار به دنیا میاد یک بار بخت میبینن او دیگه سیمش بخت نیست چیزی مردمه گل حواسیه وقت گذراندن استفاده بردن بهوده باقی گل سعیدوان نگفته است ای بخت بختی اوله بله بختی دیگه بی‌ثمر است چرا پریشان حالید در زندگی مشکلی دارید نه شکرانه خدا مشکلی نه شاید از بیپولی رنج میکشه نه بیپولم نیستم شکرانه خدا خم اگه گفتنی که قلفانزه هم اسمو تا گیری بومش یه نه میترسیم که بوم نشده باشه قریب شده بودم از دستی الفونسو بله دیگه چشمتون روی شد میگن که آدم هم یه بار چه ده میغلطه دوبار همین چه ده غلطیده دیگه گون چه دیگه نمه که ما نغلطیده باشه بهترین سوال دیگر ناموس و وجدان میگن که نه هر کس ناموس و وجدان دارد ما رو میخواهیم به بیننده اثبات کنید ناموس چیست؟ ناموس است که مقصد همی چی میگن ناموس چیزی اراده مردکی میگن ایره بی ناموس آدم میگن خیر بی ناموس یه زنک یک بی ناموسه میگن ناموس یک اراده مردکی را نشان میده که تو در زندگی مقصد مردک هستی ارادت مستحکم است یک کاری که کردی دیگه رو تکرار نمیکنی اگر خطا باشه اگر بی ناموس که باشی تکرار کردن میگیره 100 بارم تکرار کنی کم است برای بی ناموس من ناموسه با همه چیز میبینم ناموس وجدان این هر دوش یک چیز است بله یک کلمه از ناموس وجدان همه بی ناموس همه کاری خطا را 100 بار تکرار میکنه با ناموس یک بار ده اصلاح میکنه بهترین بی ناموس این میگه خیلی که بی ناموس خیلی زنک همی سرش درست عقلش کتاه از یک زنکو یک دختروی که جرأت دار مردکو پیداش دیگه که و یا جوابی چند مرد رو میدین ما یه خیلی مرده که الفونز ازش او ریخته نمیتونه او ولی گب بله سوالی دیگر چین است چرا صدایتان گرفته است؟ اکو صدای مرا نوازیم صدای من خودش امتاییه هر دنیا دویت کنیم چه خیلی مثل که صداهمون یک خیل شده است من هم 2 ماه اخیر از همه مرا صدای مرا گفتی صدای من تا گذاری همه با شما دشمنی نکرده باشید من ای خدا میترسم ولی دشمنی نیست فکر میکنم دشمنای شما زیادتر بودن شاید با کاسه شما چیزی انداختن من گفته بودم بله در چاینک چای می من یه فعلی بیزیب داشتم من جلی که چاینک آب میخورم از تمام بس کردگیم من قریب 6-7 سال شید چی در چاینک چی انداخته بودن؟ در چاینک میخالکه سیگارت شما نفهمیده اون رو نشیده امو را جلی کش خورده استفاده موندادم خیلی دیدیم خیلی همه آدمو در صنعت نیست ایوخی صنعتکار بود من همه آواز بیزه مقدر کجله سرود میخوانم کجله توی میرم همه آدمو مرا برقصکاری کردن گنده کردن در صنعت نیستن خداوند پشت کنده کرد آدم بد به مقصد نمیرسه خداوند گفت که همه آواز بیزه بتقاطی همه آواز دغلت قاطی من انشالله ترا گشنه نمیمونم همه خیل همه هر یک قدم های پشتم زویزه ها از اکو بسیار از آدم ها چی میکردن کلیپ میکردن که زویزه شم میدادن از زویزه ها ما در رسیدم از طرف خونه ها در زویزه ها کار میکنم ما در طرف خونه ها کار میکردیم میگفتیم که اون کلیپ کنیم که غیمور هم یکون کس بشناسه از کلیپ هم نمیکنیم برای که زویزه ها اومدن ما در رسیدیم ما در جایی که در جای زویزه ها برسیم
از این طرف خانه همه زویزده کار میکنن. барои дӯстум ёфтан мераванд. خیلی زندگی برای همون خداوند گفته تو را بدی کرد بدی میبینه. مرا که صنعت دور کردنی بود خودش دور شده این صنعت. خداوند کی حقه کی ناحقه همه شد. асои худо садо надорад, баъди задан даво надорад. Гулдона вақте шумо дар роҳ рафта истодед, мардҳо ба шумо гап мепартиянд. Ба зани зебо, ба духтари зебо хоҳ нохоҳ маниманд инсон гап мепартияд. Ба шумо ин хел мардҳо писанданд? نه خیلی پسند نیست. دنیا همه که گپ نپرتای نمیشه نفسش نمیبروه. بعد میگن که سیب سرخ ده سنگ بسیار میزنن که هم بغل به دستش. خیلی ممکن بیزه من باشم یکون ستاره من گرمه. гулдона шумо дар зиндагӣ бо бисёр аз одамон вохӯрдед ва шояд ҳамагонро хубтар мешиносед. чӣ гуна мард ба шумо писанд аст? مردی که باشد یکم مادر خودش حرمت کنه. بیا بیخ کنی تو را بشینه و 24 ساعت تلفنی تو را بکوه و ای جا اومدی چیکار کردی چی خوردی چی پوشیدی. و خیلی آدم باید ما که اژدهار نیستیم همه چرا بخوریم او را بومش کنیم. مقصد در همه زندگی همه چی میروه؟ 10 کیلو کارتوشکا میروه، 3 لیتر روغن میروه یه موده، 20 کیلو آرد میروه که ما جهانگیر اژدهار نیستیم. یکون کلبه و ایرونه ما قصر نمیخواهیم. بله. مقصد ما بعد این دیمش که فقط تو را زنگ میزنه در بیخ تو میشینه مادر خودش یک بارم زنگ نمیزنه. باید مردک مادر خودش حرمت کنه. یک روزه 20 بار مادرش زنگ میزنه. مادرش 20 بار زنگ میزنه ایتا تلفنش نمیگیره. تلفن مادرش خیلی نمیگیری. با ما او خیلی مردک چطور قبول کنم. چخیلی ما او مردک زندگی کنم. هیچ وقت ما او مردک زندگی نمیکنم. مردک در پیش ما بیاید 10 مینوت بشینه در موبایل 10 مینوت 2 بار مادرش زنگ میزنه مادر جان آچا جان در جایی ما یه جدا یا پیش دوستی نزدیک دارم میام. من خیلی مردک حرمت هم میکنم. تورتور دست هم میکنم. در زندگیم قبول هم میکنم. خیلی نیست که بیاید 24 ساعت پیش من بشینه و 24 ساعت اوچاش زنگ میزنه تلفنش نگیره. اصلا پای شما رو ویران کنند. تلفن بکوه بشوره چیکار کردی؟ اینجا 5 مایده برابر نیسته. بعد چیکار است؟ یه خیلیش گپ خوب گپ میزنه، یه خیلیش گپ گنده گپ میزنه، یه خیلیش چند ساله میگه، خیلیش میگه شو نمیگیری. با اوقات شب ما اهمیت نمیدم. کی چی میگه چند ساله شو میکنی در جایی ما این خیلی همونه آمده انگلیس هم نیست اهمیت نمیدم. یه خیلی مرد خودش نشون میده. تلفن تا میکنه راش میکنه گفتی اروسا ریونواد میکنه او چاش 20 بار همونجا زنگ میدن نمیبردن. ما او مرده که چیکار میکنه؟ یعنی زورش به زن میرسه. نه باید مادرش حرمت کنه. مادر تو در پیشت قدر نداشته ما اگه جو قدر دارم. مرم یه مادر بکن 20 ساله بیوایم دجه 22 ساله بیوایم یگون مرد حالی یک سامان یاردم کدگی نیسته. یک سامان چیه؟ من خودم تمام هم کدگی نیستم. نمیتونم روم نمیشه که من خیلی چیز ندارم. عقل کده خودشون یاردم کده نمیتونن. من کاوالیر مخارید نمی تلفن آیفون 13 پرو ماکس نه گوشواری تیلورا کاوالیر مخارید شوم خرید دخونگم خرید میگه دهانم در زمین میغلطه. ما مقصد کتگی نمیکنید نه حساب مرد. نه حساب مرد کتگی هم نمیکنم. در تقدیر ما خیلی آدمم نغلطیده. کدام بغلطه با خودم قایمو شمارده میگیره. خودم بگم که همه جا قرضور میگیره با پرابلمش میره با سر ما میزنه با پرابلمای وای بود میکنیم چند تاشا دیل ما گرفته. آیفون پرو ماکس خرید نمیچ خرید میگه. خاک ما آیفون نمیدونم. آیفون کار فرمانده نمیتونم. مگر آیفون 13 14 کو
айфон 25 буброя оз боша ман метонам харидан. Барои худам мекунам любой чиро. айфон 25 ам боша ман мехарам, метонам. Лекин айфона намедонам. яъне шумо гуфтан мехоҳед ки ба мард дар зиндагӣ ниёз надоред, вале ба мардҳое ки ниёзманд ҳастанд кӯмак мекунед. бале ва мегӯянд ки гулдона мардакаро мехӯрона, мардакаро мехӯрона. хашбурона ихудо ҳамаи бутумо худ дорум, мардакаро мехӯронам, надошта бошам айгиҷо мехӯрам. Худованд маро битан, ман мардакаро бихӯронам. беҳтарин ин буд барномаи мо бо унвони Ситорарез. меҳмони нашри барномаи мо буданд дар ин шомгоҳӣ Гулдонаи Алиёзода. таманниёти шумо дар охир зинда бошем. тамонниёти ман дунё тинҷи оромӣ боша. ба ҳар як канори душанбе барои мо париж аст, биҳишт аст. ҷавлон зада бигардем. хай ман мисол шавам мегардам, кор мекунам, рӯзам мегардам. ягон одам намегӯяд ки ту куҷо омадӣ, куҷо рафтисӣ. барои ман озодӣ бас аст. ташаккури зиёд.